سلام رفقا، خوش اومدید به کانال من سارام. اینجا قرار براتون داستانه عجیب و واقعی تعریف کنم، داستانه که از هر فیلم ترسناکی هم ترسناک ترن. اگه از داستانه جنایی و مرموز خوشتون میاد جای درستی اومدین. قرار امروز پرونده جنایی که خیلی ترسناکه رو تعریف کنیم، درباره دختری به نام لیسی فلچر، دختری که 12 سال روی یک مبل زندانی شد و زنده از بین رفت. یه روز پلیس توی خونه آروم قراره یه گزارش ساده از وضعیت یه دختری 36 ساله بگیره. اما وقتی در رو وا میکنن با یه صحنه روبرو میشه که اگه یه پلیس با تجربه هم ببینه حالش بد میشه. یه جنازه میبینه، ولی نه هر جنازه‌ای. یه جسد میبینه که انگاری سالهای توی سوراخ گیر کرده. بدنش با مبل یکی شده، توی شرایطی که هیچ انسانی نباید تجربهش کنه. لیسی توی شهر کوچیک لوئیزیانا بود. توی بچگیش یه زندگی تقریبا عادی داشت. با بچهای دیگه بازی میکرد، مثل بقیه بچه‌ها مدرسه میرفت. اما توی سن نوجوانی یه چیزی توی رفتارش تغییر کرد. لیسی کم کم دچار اضطراب اجتماعی شدید شد. توی مدرسه خیلی سخت با بقیه ارتباط برقرار میکرد. توی جمع معذب بود، کم کم فاصله گرفت از بقیه. ولی با این حال تا 16 سالی مدرسه میرفت. اما یه روز پدر مادرش تصمیم گرفتن که دیگه نذارن مدرسه بره. پدر مادرش میگفتن که لیسی مشکل روانی داره، بهتره که تو خونه درس بخونه، ما خودمونم ازش مراقبت میکنیم. ولی به نظر من این فقط یه بهونه بود. از اون لحظه زندگی لیسی تبدیل به کابوس شد. لیسی حالا دیگه کاملا از جامعه جدا شده بود. دیگه هیچ دوستی نداشت، هیچ کسی هم ازش خبر نداشت، حتی از اتاقش هم بیرون نمیومد. پدر مادرش نه دکتر بردنش، نه براش پرستار گرفتن، نه اصلا سعی کردن کمکش کنن، فقط گذاشتن همونجا بمونه. ولی وضعیت لیسی روز به روز بدتر شد. کسی نبود به لیسی کمک کنه، تا اینکه یه روز تصمیم گرفت وارد اتاق نشیمن بشه و روی یه مبلی بشینه. و از همون لحظه دیگه هیچ وقت از روی اون مبل بلند نشد. 12 سال تمام خیلیه. فکر کن یه نفر 12 سال روی یک مبل بشینه بدون هیچ تحرکی. کم کم بدنش تحلیل رفت، عضله‌هاشو از دست داد، چون هیچ وقت لیسی تکون نمیخورد. یه زخمای عمیق رو بدنش ایجاد شد، زخمایی که تا خود استخونش پیش رفت. اوضاع انقدر بد شد که بدن لیسی به مبل چسبید، پوستش با چرم مبل یکی شد و توی زخماش کرم افتاد. لیسی کم کم کنترل بدنش هم از دست داد. همونجا روی مبل غذا میخورد، میخوابید و حتی دستشویی میکرد. حالا سوال من اینجاست، پدر مادر لیسی کجا بودن؟ چرا جلوی این اتفاقو نگرفتن؟ ولی داستان اینجوری به نظر می اومد که اینا هر روز بهش غذا میدادن ولی تلاشی نمیکردن تا بلندش کنن، همون ببرنش یا حتی زیرش رو تمیز کنن. حتی اونا به خودشون زحمت ندادن که لیسی رو دکتر ببرن تا اصلا وضعیتش مشخص شه. انگار وضعیت لیسی براشون عادی بود. خب توی تاریخ 2 ژانویه 2022 بالاخره مامان لیسی با اورژانس تماس گرفت و گفت دخترم دیگه نفس نمیکشه. وقتی مامورا رسیدن انتظار داشتن که با یه دختر مریض و بیمار روبرو بشن، نه این چیزی که جلوشون بود. یه مبل چرمی قدیمی با بوی تعفن و یه بدنی که انگار با مبل یکی شده. لیسی مثل یه مومیایی کاملا پوسیده، با وزن فقط 27 کیلو. بدنش پر از زخم، عفونت و کرم بود و عملاً از گرسنگی و عفونت مرده بود. مامورا توی گزارش نوشتن چیزی که دیدیم از هر فیلم ترسناکی وحشتناک‌تر بود. اما یه چیز عجیبی که این وسط وجود داره، دوستای لیسی میگن تا 16 سالگی که به مدرسه میومد اون خیلی رفتارش عادی و خوب بود و یهو وقتی خانواده‌اش اینو از مدرسه جدا کردن دیگه خبری از لیسی نشد و این خیلی مشکوکه. بعد از اینکه لیسی رو کالبد چکافی کردن متوجه شدن که توی بدن لیسی پر از پرز و تیکه های چرم مبله. خانواده لیسی اصلا بهش غذا نمیداد و این الکی بوده که میگفتن ما به لیسی غذا میدیم و اون از گشنگی تیکه های مبل رو میخورده. مثلا لیسی رو شکنجه میدادن. حالا نکته جالب اینجاست، وقتی که پدر مادر لیسی رو دستگیر کردن خیلی خونسرد و بدون هیچ ناراحتی گفتن ما فکر نمی‌کردیم اوضاع اینقدر بد باشه. ولی دادستان گفت این یه قتله. اونا هیچ تلاشی برای کمک به دخترشون نکردن، حتی یک بارم نذاشتن دکتر معاینش کنه و بالاخره حکم دادگاه اعلام شد. پدر مادر لیسی به جرم قتل درجه 2 و کودک آزاری محاکمه شدن. دادگاهشون هنوز ادامه داره،
اما چیزی که مشخصه اینه که اونا تا آخر عمرشون به عنوان قاتلای دختر خودشون شناخته میشن. خب این فقط یه داستان ترسناک نیست، یه واقعیته. جلوی چشم هم اتفاق افتاد. لیسی فقط یه قاتل نداشت، بلکه 12 سال از غفلت، بی‌توجهی و بیرحمی کشته شد. به نظر شما این پدر مادر واقعا قاتل بودن یا فقط یه اشتباه وحشتناک کردن؟ حالا اگه از این سبک داستانای واقعی خوشت میاد حتما منو سابسکرایب کن و زنگوله هم یاد نره بزنی، چون قراره کلی پرونده عجیب دیگر با هم بررسی کنیم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.